مهندس از وقتی وارد کار نظارت شدم شبا خوابم نمیبره. سلام خدمت دوستان. و توی یکی از چالش‌های پرتکرار من تو سالهای گذشته و یکی از پرتکرارترین درد دلهای شما، چه تو دایرکت اینستا، چه تو یوتیوب، آپارات، گروه‌های پشتیبانی، اینه که همیشه مخصوصا بچهای نازارا مجری‌ها کمتر از نگرانی و استرستون میگی تو کار. ببین من روی این مسئله واقعا کار کردم. خب دلیل این همه نگرانی، استرس تنها از نظر من یک چیزه، یعنی این تو اولویته. حالا دلیل دیگه هم داره، این تو اولویته، اینم ذهنیت شماست. به درست یا غلط ذهنیت خیلی از مهندسای ما نسبت به کار نظارت اجرا، حالا حتی طراحی، حالا تو همه نظارت از همش بیشتر، یه ذهنیت منفیه. یعنی یه سری آدم اومدن ذهنیت شما رو کاملا منفی کردن. ما از نمونهشو بگو. نمونهش خیلی از پیجای اینستاگرام. الان من هر کی رو نگاه میکنم شروع کرده بازخوانی پرونده های قضایی. خب پرونده‌ای که گزارش کارشناس رسمی نداره، اصلا خنده داره. پرونده بازخوانی میشه، گزارش کارشناس رسمی نداره، یه چیز تایپ شده می‌نویسه، یعنی اصلا بدون سند و مدرک. بعد پرونده‌ای که اصلا با ذهن ما جور در نمیاد. مثلا یه پشه یه کارگری رو نیش زده، ناظرش 10 سال محکوم شد. یه ماری یه جایی توی پروژه یکی رو گزیده، ناظرش 5 سال پروندهش باطل شد. ببین اینا یه ذره خنده داره. خب و همش بیشتر بحث شوافه. متاسفانه حالا یه سری از همکارام کار آموزشی میکنن، خب طبیعتا شما رو اگه بترسونن شاید تو فروششون تاثیر مثبت داشته باشه. اینو من دارم میگم که خودم دارم کار آموزشی میکنم، ولی من همیشه یه چیز میگم آگاهی به شما آرامش میده. به جای ترسوندن، شما آگاه اگر بشید، هم اعتماد به نفستون میره بالا، هم عزت نفستون، هم به آرامش میرسید تو کارتون. حالا میگی مهندس چیکار کنیم؟ اولا این که حالا میگیم ما از همه اینا اوکی، این پرونده ها شاید خیلیش دروغه، اصلا خیلی تاشو بگیری، مثلا به طرف یا باشه این پرونده که تو الان گذاشتی گزارش کارشناس رسمیشو بده، میگی من فلانی شنیدم، میری به فلانی میگی اصلا یه چیز دیگه تعریف میکنه، اصلا اونم دوباره یعنی یک کلاغ 40 کلاغی شده رسیده به ما توی پیج اومده و متاسفانه حالا بحث جذب فالوور این داستان است. اول اینکه این پیجا رو اصلا کلا از نظر من بریزید دور. خب کسی که داره ذهنیت شما رو نسبت به کارتون منفی میکنه آدم به نظر من اوکی نیست. خب من همیشه میگم طرف باید به من راه حل بده. الان داره دلار گرون میشه، هی تو به من بگو دلار گرون میشه، خب من همش نگران میشم. بگو الان چیکار کنم؟ الان دلار گرون میشه، الان یه راه حل بذار جلو من میخوام تو این کشور زندگی کنم دیگه. الان نظارت داره یه سری اتفاقات توش میفته، راه حل به من میگه که منو بترسونی که اتفاقی بر من نمیفته. پس میخوام بهتون بگم اکثر اینا بحث شعاف و کار تبلیغاتی. بعد حالا میگم من از یه مستاق به ما بگو. من این کارو کردم که دارم بهتون میگم. خیلی از بچه‌هایی که دور اطراف من با خیلی از مهندسا در ارتباطم به خاطر حال کاری که تو فضا مجازی میکنم. به خیلی هاشون میگم حتی یک بارم شورای انتظامی نرفتن، چه برسه مثلا تو محاکم قضایی محکوم شن. مثلا شورای انتظامی نرفتن یا رفتن یه دلیل آوردن تبرئه شدن. و این پرونده ها من نمیدونم این همه پرونده از کجا در میاد. خب قبوله، یه سریاش هم واقعیه. حالا من میام زندگیمو ببندم رو 2-3% پرونده واقعی، واقعا این کار منطقیه. تحقیقات نشون داده 90% چیزایی که ما نگرانشیم هیچ وقت اتفاق نمیافتن. خب 10% هم که اتفاق میافتن ما معمولا عملکرد خوبی توش داریم. 2-3% هم حالا از دستمون در میره. خب اشتباه هم بخش از کار دیگه. اصلا کسایی که کار کنن اشتباه میکنن، اونایی که اشتباه نمیکنن کاری نمیکنن. شما اگه تو کار باشی اشتباه میکنی، همین اشتباهات هم واسه رشدتون میشه. پس من این خواهشی دارم کلا این ذهنیت منفی رو بریزید دور. شما دارید با این کار امرار معاش میکنید، میرید نمیدونم نظارت میکنید، طراحی میکنید، اجرا میکنید، ولی لذت ببرید ازش. پس نکات منفی رو میریزیم دور کلهم تو سال 1403. حالا میگه ما از چیکار کنیم؟ ما بپریم وسط کار؟ نه. شما برای هر کاری یه آگاهی نسبی پیدا بکن، وارد اون کار شو. من کاری که خودم میکنم 50-60% نسبت به اون کار مسلطم واردش میشم. دیگه بقیه رو میرم تو کار یاد بگیرم. یعنی من یه آموزشی میبینم خودم یه آماده میکنم برای اون کار، یه آموزش نسبی میرسونم آگاهیمو 50% 60%، دیگه میرم اقدام میکنم. حالا دیگه تجربه میکنم، خطا میکنم، هی این کارو تکرار میکنم، مهارتم زیاد میشه. مهارتم که زیاد شه درآمدم زیاد میشه، اعتماد به نفسم زیاد میشه. دیگه نمیام هی چیزای منفیشو ببینم. شما الان رانندگی هر روز بشین پرونده‌های تصادفات رو بخون، ترکیدن لاستیک تو سرعت 100 کیلومتر رو بخون، دیگه جرئت می‌کنی با ماشینت 100 تا بری؟ بشینی پشت فرمون استرس میگیری. انقدر پرونده میاد تو ذهنت لذت نمیبری از رانندگی.
پس این کار غلطیه. من میگم چه پرونده‌ای رو بخون که خود منم میخونم. مثلا طرف رفته کلی از تغییرات داده تو سازه، مثلا ناظر سازه مثلا گزارش نکرده یا دیر بعد بتونریزی گزارش کرده، یه اتفاقی برای ساختمون سقف اومده پایین، ناظر محکوم شده. این منطقیه. ناظر باید قبل بتون گزارش میکرد، تغییرات سازه‌ای بوده، بعد محاسب تایید میکرد. من از اینجا یه نکته یاد گرفتم و تو کارم ازش استفاده میکنم. حالا یه پرونده یه لقمه‌ای تو دهنه کارگر گیر کرده، بعد ناظرش نبوده بزنه پشتش این لقمه رو پخ کنه، کارگر خفه شده، ناظرش 10 سال محکوم شده. بعد ما پی همچین پرونده‌ای رو میگیریم میبینیم ما اصلا همچین چیزی نیست. اگر هست گزارش کارشناسیش کجاست، اصلا کی گفته، حالا اصلا هم واقعیه. من الان نگران این بشم که یه پشه‌ای تو کارگاه مثلا یکی رو نیش میزنه، افرده و پشه کش برن تو کارگاه. اینا دیگه میشه چی؟ میشه بحث‌های تبلیغاتی و اگر بهش وارد شید فقط عذاب میکشید. پس ما اینا رو میریزیم دور، میریم یه آگاهی نسبی نسبت به کارمون پیدا میکنیم و وارد اون کار میشیم دیگه، بقیه‌اش تو کار کسب میکنیم. یعنی تجربه و مهارتمون دیگه باید بره تو کار، نه اینکه فقط آموزش ببینیم. آموزش تنها صرفا به کار شما نمیاد. ما وقتی میخوایم راننده شیم نمیریم شوماخر شیم بعد پشت فرمون بشینیم، یکم میریم اینور میشینیم رانندگیمون که اوکی شد میشینیم پشت فرمون، حالا دو تا تصادف میکنیم دور میمالیم اینور، بعد دیگه کم کم یه راننده قابل قبول میشیم. نظارت، اجرا، طراحی، اصلا کلا زندگی همینه دیگه. انقدر نرید توی پرونده‌های قضایی خوندن و اینقدر کسایی که پرونده‌های بی سند و مدرکی میذارن و خواهشن دنبال نکنین. اینو برای آرامش خودتون میگم، من که تو این کارم دنبال نمیکنم. اونایی رو دنبال میکنم که پرونده واقعا یه چیزی تهش گیر من بیاد، یاد بگیرم. پس در آخر به این نتیجه میرسیم که ما یه آگاهی نسبی پیدا میکنیم، میریم داخل اون کار بدون نگرانی، بدون استرس و انشالله که اتفاقی برای ما نخواهد افتاد. من ازتون میخوام برای دوستانی که این نگرانی دارن، چون من واقعا با خیلی از شما در تماسم و این نگرانی شما من ناراحت میکنه، چرا اینقدر بعد همکاری من نگران باشن، مگه نظارت چقدر توش پوله، اینقدر استرس هم به خودتون وارد کنه. برای اونها هم بفرستید، انشالله که کمکشون کنه. و در آخر امیدوارم که سال 1403 سالی پر از آرامش، اتفاقات عالی، خبرهای خوب براتون باشه و از لحظه لحظه‌ش هم لذت ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.